عزیزان دل، اگر حیات انسان را به سفر و خود او را به مسافر مانند کنیم، پس ماه رمضان ایستگاهی را میماند که شخص مسافر در آن ایست نموده بهر خود توشه میگیرد و باز راهش را ادامه میدهد. بنابراین بعد رمضان زندگی ادامه دارد و تلاش های بنده در راه رسیدن به هدف های نیک انسانی به مرحله نو میگذرند. برای این کار باید ثواب عبادت هایی که در رمضان حاصل کرده بودیم نگاه داشته شود تا در این جاده به کارمان آید. میخواستیم اینجا از یک چند عمل یادآور شویم که روحیه رمضانی را در ما نگه می‌دارند و برای اصلاح نفس به ما مساعدت می‌کنند. یکم، در ادامه دادن عبادت‌های دائمی استوار باشیم، زیرا معلوم است که نمازهای پنجگانه، ذکر و دعا، تسبیح و استغفار و پرهیز کردن از حرام خاص ماه رمضان نبوده، بلکه عبادت‌های همه سالند. چنانه گفتند مسلمان نباید بنده رمضانی باشد، بلکه از رمضان تأثیر و بهره خیش را گرفته باقی همه سال به عبادت مشغول شود. از این رو عزیزان دل، نمازهای 5 وقته را اگر امکان باشد با جماعت ادا کنیم و برای بجا آوردن نمازها در وقتش حریص باشیم. دوم، ترک نکردن عملهای نافله‌ای که در رمضان به اجرای آن عادت کرده بودیم. چه خوش است اگر شخص مسلمان عملهای نافله‌ای که در رمضان انجام میداد مانند نماز تهجد، ذکر و دعا و قرائت قرآن را بعد از آن هم ترک نکند، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بهترین عملها به خدا همان است که اگرچه کم است ولی از همه بردوام باشد. روایت بخاری. البته بعد از رمضان برای تلاوت قرآن، نماز تهجد و دیگر ذکرها نمیتوان همان فرصت و امکانیتی را یافت که در این ماه مبارک بود. از این رو یک حد مناسب را برای خود انتخاب کنیم و طبق همان وظیفه های خود را ادامه دهیم. سیوم، پرهیز کردن از کارهای حرام. وقتی بنده مؤمن در رمضان از صبح تا شام خود را از خوردن و نوشیدن باز داشته، بر نفس خویش حاکم گشته و در طول این ماه خود را از حرام کرده های الهی دور نگاه داشته است، این رفتار باید در او پرهیز و دوری جستن از حرام را ایجاد کرده باشد. مسلمان همان وقت تقوادار حسابیده می شود که از عملهای حرام پرهیز کند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند از هر عملی که شما را منع کرده ام دوری جویید و آنچه شما را به آن دستور داده ام به قدر توان بجا آرید. روایت بخاری. چهارم، روزه گرفتن 6 روز از ماه شوال. یکی از سنت های بعد از رمضان 6 روز از ماه شوال روزه گرفتن است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کی ماه رمضان را روزه دارد و بعد از آن 6 روز از ماه شوال روزه بگیرد، همچنان است که گویا همه سال را روزه گرفته باشد. روایت مسلم. زیرا هر عمل خیر 10 ثواب دارد. اگر 30 روز ماه رمضان برابر 300 روز باشد، 6 روز ماه شوال برابر 60 روز باقی مانده سال میگردد. روزه های 6 روز ماه شوال بهتر است که بعد از روز عید پی در پی بجا آورده شود. اگر کسی به طور پراکنده تا آخر ماه و یا روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیرد نیز ثواب آن حاصل می‌گردد. پنجم، روزه گرفتن روزهای دوشنبه و پنجشنبه. روزه گرفتن روزهای دوشنبه و پنجشنبه از سنت‌های ثابت شده پیامبر صلی الله علیه و سلم است. وقتی صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم را درباره روزه این 2 روز پرسیدند، گفتند روز دوشنبه و پنجشنبه عملهای بندگان به پیشگاه خداوند برده می شود و دوست می دارم که عملهای من در حال روزه داریم به خدا پیشکش کردند. روایت ترمذی. ششم، نگاه داشتن رابطه و علاقه با خویشاوندان و یار و دوستان. آن رابطه و علاقه با خویشاوندان و دوستان که در رمضان برپا شده بود بر دوام نگاه داشته شود، زیرا نگاه داشتن رابطه نیک خویشاوندی فرض
و سبب خیر و برکت و خوشبختی انسان است. دوستان عزیز، در آخر میخواهم تأکید نمایم که باید بنده مؤمن دوام دادن عملهای نیک بعد از رمضان را از روی حلاوت عبادت، صفای روح و تأثیر ماه رمضان انجام دهد. زیرا کسی حلاوت ایمان را حاصل کند، این عملها را با رغبت و به آسانی بجا می آورد. خدایا ما را در انجام عبادت استوار بگردان.